بینندگان عزیز، البته در کنار ما جوان قرار دارد که نابسته از امکانات محدود داشتن امروز غالب آزمون با نفوذ فروغ صبح دانای کتاب است میباشند. و من اولین سوالم این است که فرح بخش بانو شعرها و اثرها را چگونه ازبر کردند؟ از سببی که امکاناتم محدود است، از دهان مادرم اثرها و شعرها را ازبر میکنم. خب یعنی که در برابر شما مادر مهربانتان نیز غالب هستند. در این لحظه های مبارک برایشون چی میگید؟ من خوشبختم که چنین مادری عزیز و مهربان دارم. از روی نامینه که شما انتخاب کردید یک شعر قرائت نمایید. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمگاران کردن، انگور نه از بهر نبیذ است به چرخوشت. عیسی به ره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کی را کشته تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج بدر کوفتن کس، تا کس نکند رنج بدر کوفتند مشت. آفرین میگویم فرح بخش احمدزاده. بینندگان عزیز، اگر هر کسی که میخواهد کتاب بخواند هیچ بهانه نیست، زیرا فرح بخش بانو با روشن ضمیر بودن خود ببینید که در آزمون با نفوذ فروغ صبح دانای کتاب است، در یکی از نامیناسی‌های بسیار مشکل ادبیات کلاسیک تاجیک جا را به دست آوردن که تهنیت میگوییم. برای صحبت سپاس میگوییم.